شیرینشاه شاه تیمور یکی از مبارزان جانفدا و پایه‌گذار دولت ملی تاجیکان، قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور از جمله سیاستمداران و خادمان برجسته دولتی بود که در ابتدای عصر 20 رسالت تاریخی خیش را در نزد ملت و تقدیر آینده آن درک نموده، تمام قوت و دانش و نیروی معنویش را برای پایه‌گذاری و بنیاد دولت ملی تاجیکان روانه ساخته است. او از روزگار پرتضاد پر اختلاف سبق اندوخته، همچون شخصی متین اراده و دانشمند، انسان عاقل دراندیش، سیاستمدار برجسته و تشکیلاتچی ماهر به کمال رسیده است. شیرینشاه شاه تیمور و همصفان او در جریان فعالیت خیلی کوتاهشان توانستند زمینه اساسی تشکل حیات نو را گذاشته، حقوق تاریخی تاجیکان را برای تأسیس دولت ملی حمایه نمایند. در وضع دشوار و ناگوار حیات مردم تاجیک، شیرینشاه شاه تیمور با نامه مفصل خود تحت عنوان درباره احوال مدنی، اجتماعی و اقتصادی تاجیکان به عنوان رهبریت همان وقته شوروی مراجعت می نماید. هرچند این اقدام وطنخواهانه در آغاز بی جواب ماند، ولی بعداً از جانب بیوروی آسیای میانگی حزب بلشویکان فکر و اندیشه های اساسناکی در مکتوب شیرینشاه شاه تیمور بیان شده معقول دانسته شدند. در آن زمان مرکب و دشوار که جریان‌های مختلف سیاسی ملتگرا در تمام جبهه‌های حیات قوت گرفته بودند، به طور آشکارا و با جرأتانه برای حمایه منفعت‌های خلق تاجیک صدا بلند کردن از جانب شیرینشاه شاه تیمور قهرمانی بود. او همچون راهبر دوراندیش اصل انکشاف سمت‌های گوناگون حیات اجتماعی و مناسبت بین خلق و ملت‌ها را در ارجگذاری و احترام فرهنگ و عنعنه و عرف و عادت خلق‌های مسکون منطقه، اینچنین تحکیم دوستی بین آنها می حسابید. این شخصیت دلیر و روشن ضمیر همچون خادم نمایان سیاسی و دولتی در کدام سطحی که فعالیت می برد، به کدام وظیفه‌ای که تعیین و انتخاب می شد، با جدیت تام برای حل مسائل موجوده حیاتی و تشکیل دولت مستقل تاجیکان همه‌جانبه کوشش می نمود. فعالیت فداکارانه شیرینشاه شاه تیمور و همصفانش با اعلان گردیدن جمهوری مختار تاجیکستان وسعت تازه یافته، برای به جمهوری اتفاقی تبدیل دادن تاجیکستان روانه گردیده بود. در آن سالهای دشوار برای در دوشنبه جایگیر ساختن مؤسسه های دولتی کارهای زیاد به سامان رسانیده شدند. او در برابر پایه‌گذاران مطبوعات تاجیک استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سید رضا علیزاده، عباس علیف، نثار محمد و دیگران در مسئله تأسیس و نشر روزنامه‌های آواز تاجیک، دهقان کمبغل، راهبر دانش برای ادبیات سوسیالیستی، شعله انقلاب، اینچنین در نشر کتاب نمونه ادبیات تاجیک سهم ارزنده گذاشته است. با سروری او نقشه‌های مهم انتخاب و تربیت کادرهای ملی تهیه شده، برای عملی گردانیدن آنها توجه جدی ظاهر می گردد. در سالهای 1931 1932 برای تیار کردن کادرهای آموزگاری در شهرهای دوشنبه و خوجند، دانشگاه‌های معلم تیارکنی و بعداً دانشگاه کشاورزی تأسیس یافتند که تا امروز فعالیت دارند. شیرینشاه شاه تیمور به حیث رئیس کمیسیون تهیه‌ای و قبول کنستیتوسیا و نشان دولتی در سرگه تشکل قانونگذاری جمهوری قرار داشته، در ایجاد قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و حجت‌های مهم دیگر فعالیت پرثمر برده است. شیرینشاه شاه تیمور بر حق
فرزند جانفدای ملت و میهن خود محسوب می شود. او از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می بالید. امروز در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیزمان، آرزوی آمال و آرمانهای نجیب شیرینشاه شاه تیمور و همسنگران و همنبردانش مقام و منزلت تازه پیدا کرده، برای نسل‌های امروزه و آینده تمثال عالی فداکاری و مکتب عبرت آموزی وطن پروری و ملت دوستی خدمت می نماید. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 اوگوست سال 1999 شیرینشاه شاه تیمور برای فعالیت فداکارانش در بنیادگذاری، تحکیم و رشد دولتداری تاجیکان با اردن دوستی شرفیاب گردیده، بعداً از 27 ایون سال 2006 به فرزندان فداکار و صادق وطن شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم برای خدمت‌های بزرگشان در پایه‌گذاری استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. مردم سربلند تاجیک در قطار فرزندان بزرگ باید نام شیرینشاه شاه تیمور را با سپاس به زبان گیرند و کار و پیکار و زحمت‌های کشیده او را به خاطر وطن و خلق فراموش نسازند.